الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. الله مهربان جناب مولوی جنونی را رحمت و مغفرت کند. می‌فرمود که اگر تو قدر عمر خود بدانی، نمی سازی به انسان زندگانی. تو عمر خویش چون همیان زر دان، دمی که می براید یک گوهر دان. نمی آید دیگر محل گشته دوباره، زنی 100 بار سر بر سنگ خاره. نفسهای تو هر یک در نایافت، برایت گر به فکر و ذکر وهاب. چرا قدر در جولان ندانی، و باد غفلت این درها فشانی. الله مهربان دعا کنیم که خداوند توفیق من دهد که این عمری را که الله برای ما مقدر کرده است، این را در راه الله یکتا، در راه رازگی الله مهربان، در راه همیشه کارهای خیر، این عمر را ما و شما سپری کنیم. خداوند خاتمه کار همه ما به خیر و ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد. اینک برادران عزیز، چند سوال هایی که حاضر من در پیش دارم، برای شما این سوال ها را انشاءالله جواب میگردانم. سوال اولی که از من کردن برادران عزیز و گرامی که در پیش من هست، نفری از من پرسیده است که سوال نوبتی برادران عزیز آمده است که زن پیش از خواب سری لوچ می تواند که ذکرهای پیش از خوابش را انجام دهد. یعنی مادرای ما، خواهرای ما پیش از خواب کردن در جایگاه های خوابشون ذکرها هست، ذکرهای پیش از خواب، چگونه که باید در بالای جایگاه خوابش نشیند، پاش دراز هم که کرد، مقصد سوره اخلاص میخواند، معوذتین میخواند، یا آیت الکرسی میخواند، یا هر ذکری که باشد میکند، در دستاش میدمد، در بدنهاش میمالد و بعد مقصد سر در بالشت میماند. آیا مقصد همین را اگر سری لوچ همین مادرها خواهرای ما اگر انجام دهند، آیا یگان گناهی هست؟ سوره احزاب برادران عزیز آیت 55 خدای مهربان میگه لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. الله میگه بر این زنها زمانی که اگر رعایت نکنن لباسشون را، یعنی همون بالای سرشون میپوشد، گردنشون میپوشد، مقصد آستینش دراز نمیکند، میگه در نزد پدرهاشون، در نزد فرزنداشون،
در نزد برادرهاشان، در نزد فرزندای برادرهاشان، در نزد فرزندای خواهراشان و در نزد آن زنهایی که برای اینها خدمتگار هستند اگر ترک هم که شود هیچ باکی ندارد. خواهر عزیز، برای همین یعنی شما می توانید که در حالت اگر سری لوچ هم که باشین، شما همون ذکرهاتون هم که کنین، حتی نزد اینها هم که باشد یگان گناهگاری ندارد. اگر در حالت تنهایی یا پیش شوهرت باشد به طریق اولا برای شما اجازت است. دیگر برادری که از ما سوال کردن گفتن آیا همین نام یاسین، مقصد نام یاسین مانده ما فرزندمونه، آیا همین نام یاسین اجازت هست یا نه، یا اینکه مقصد همین چی معنا داره؟ برادر عزیز و گرامی، وقتی که من نگاه کردم در گرد معنای یاسین، اصلا میگه در زمانهای پیامبرمون هیچ اصحاب پیامبر نام یاسین نداشتن. میگه علتش در همین بود که اصلا میگه این نام باید آدم‌های یعنی بگیم بسیار صاحب مقام و صاحب مرتبه باید این نام داشته باشد. یعنی همچنان میگه که در بگیم این اکو یک معناش میگه به خاطر چی نداشتن؟ به خاطر میگه این نام یعنی بسیار نامی بلندی هست که باید آدمایی که همو بگیم خیلی آدمای صاحب کرامات و صاحب احترام و یعنی بزرگها و همونها میگه باید از این نام داشته باشد. و دیگر این که میگه اصلا نام یاسین ای از لغت حبشی هست. یعنی حبشی ها همین بگیم مردم افریقا، همون سیاه‌پوست ها، میگه این اصلا میگه اسمی همون افریقایی ها هست، میگه به معنای یا رجل یا انسان. این معناش میشد یعنی به معنای یا که ای مرد یا که ای انسان. میگه از لغتی یعنی حبشی ها هست میگه. و دیگر میگه چیزی که در اینجا آمده است، میگه در قرآن الله مهربان پیامبرمون به 7 نام خواندگی است. یعنی 7 نام پیامبر میگه در قرآن آمدگی است که اینها به نام محمد، به نام احمد، به نام طه، به نام یاسین، به نام مزمل، به نام مدثر و به نام عبدالله. 7 نام الله مهربان میگه به پیامبرش یعنی همچنان نامگذاری کرد. یعنی یکی از نامهای پیامبرم مقصد یاسینم یکی از نامهای پیامبرمون به حساب میره. در بعضی لغت ها به معنای سامی هم آمده است. یعنی یاسین معناش چی بوده است؟ یا مرد یا انسان اگر لغت حبشی قطعی. به لغت عربی میگه به معنای سامی هست، یعنی گوش کننده. برای همین نام خوبه برادر عزیز، یعنی در گذاشتنش یگان گوییم زیان و ضلالی نیست. اگر کسی گوید که این نام اگر کسی همین نام گذاره این نام بدعت است یا گناهگار میشه، نه، گناهگاریش من ندیدم. چندین مقصد همون صحیفه هایی که تمامی بگیم دولت های اسلامی هست من در آمدم، از همه قاموس ها و از همه لغت ها نگاه کردم، یعنی در یگان جای اونها نامد که یعنی از این نام نگذارین که گناهگار میشین. لیکن معنای خوب دارد، نام معنای خوب دارد. حتی نفری گفت 7 نامی که با پیامبر نسبت داده است، یکی از نامهاش گفت پیامبرمون یاسین هست. خب سوال دیگری دادن که شخصی که خودرضایی میکند هرچند میخواهد که توبه کند ولی از این کار دست کشیده نمیتواند، نمازش رو 5 وقت میخواند،
آیا این نماز قبول می شود یا نمی شود؟ برادرای عزیز و گرامی، من حاضر آیتی را از قرآن برای شما می خوانم. یا الله یا کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوالی که برادر ما کرد، برادر عزیز و گرامی، سوال همین است که یعنی خودرضایی به معنای یعنی با دستش خودش حرام میکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد. مقصد من از این کار دست کشیده نمیتونم، لیکن 5 وقت نماز ما میخوانم، آیا نمازی من قبول هست یا نه؟ برادرای عزیز، یک سوره داریم برای به نام مؤمنون. الله را ببینین چی میگه. از اولی آیت میخوانم. قد افلح المؤمنون، به تحقیق رستگاری یافت، نجات یافت مؤمن ها. کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، همونهایی که در نمازهاشون خشوع دارن. یعنی وقتی در نماز داخل می شوند، نماز عبارت از خشوع، از تضرع، یعنی در نمازشون خودشون بین شکسته می گیرن. بسیار یک شخصی به مثل یک شخصی محتاج می گیرن. یعنی نماز با بسیار یک بگیم طریق بیچارگی قطعی خودشون نماز می خوانن. الله مهربان گفت که انمین نماز مؤمن هایی که در نمازشون تضرع و خشوع دارن، نماز اینها پیش خدا قبوله. بعد گفت والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن های نجات یافتن که هر جا اگر سخنی بیهوده و بی معنی باشد، خودشان از اونجا وقتی که بیراه میکنن، خودشان از اون نشست البته کنده میکنن، جای دیگری را برای خودشان انتخاب میکنن. گفت این مؤمن ها هم نزد الله نجات یافتن. باز میریم والذین هم للزکات فاعلون، دیگر مؤمن های نجات یافتن که از مالهاشون زکات دادن. برادر عزیز، از مالهاشون زکات دادن. خوش به حال آن برادرانی که از مالهاشون زکات میدهند. وقتی از مالت زکات ندادی، مالهایی که باقی در دست داری، اون مالها چی خیرم کنی که خیر نمی شود و اون مالها هم در دست تو همچو مال حلال به حساب نمی رود. الله مهربان همین مالدارهای ما را همون غیرت حضرت عثمان داماد پیامبر نازنین ما نصیب بگرداند. برادرای عزیز، پولی را که حضرت عثمان داشت، امروز پولدارهای ما را اگر چند نفرش که جمع کنی، بر حضرت عثمان و پولداریش برابر شده نمیتونه. یکی شما میدونین که وقتی از دنیا گذشت، وقتی که او را به قتل رسانیدن، در حال میگه همون دشمنها و بدبینهاش میگه میدونستن که حضرت عثمان بسیار آدمی دولتمند بود، ثروتمند بود. میگه در حال کافتکاوی خانهش در آمدن، گفتن یه مقدار مقصد مالم بگیریم، هم خودش کشتیم اکو مالاش هم بگیریم. وقتی آمدن همون صندوقی که در خانه حضرت عثمان بود، میگه کشادن که داخلش خالی هیچ نداره، لیکن همونجا یک مکتوب، یک ورق در داخل همون صندوق بود. وقتی مکتوب رو میکشاید، در بالاش نویسندگی بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، من عثمان ابن عفان هستم. من شاهدی میدهم که الله یکا و یگانه هست و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده خدا و پیامبر خدا هست و گواهی میدهم این که
قیامت حق است. گواهی میدهم که زنده شدن بعد از مردن حق است. گواهی میدهم که عذاب و راحت خانه قبر حق است. گواهی میدهم که پرسیدن منکر و نکیر در خانه قبر حق است. گواهی میدهم که جقیدن قبر برای از بندگان خدا حق است. گواهی میدهم که پول صراط حق است. گواهی میدهم که ترازوی اعمال حق است. گواهی میدهم که دادن نامه اعمال حق است. گواهی میدهم که دیدار الله مهربان در جنت حق است. با همین عقیده زندگی کردم. با همین عقیده جانم را به الله تسلیم کردم. همین را نویساندم. برادر عزیز در صندوقشان گذاشتن و خودشان رفتن. وقتی ایره خواندن برادر عزیز، همون نفرهایی که برای مال و پول صندوق کشاده بودن، همشان میگه گریان شدن. الله رحمت کند حضرت عثمان و از او راضی باشد که او از 10 یار بهشتی بودن. چه خدمت های برجسته کردن. خدای مالدارا و پولدارای ما هم همون غیرتی همون را تیادو. وقتی ای دنیا هم که رفتین مثل حضرت عثمان واری با عقیده همون زندگی کنین، با عقیده همون دنیا را پدرود بگین. برادرای عزیز و گرامی، دیگر نفری را که الله گفت از مؤمن هایی که نجات می‌یابد، مؤمنی که از مالش زکات می‌دهد. میریم دوامش. والذین هم لفروجهم حافظون. برادر عزیز آمدیم سری سوالی که این مرد کرد. والذین هم لفروجهم حافظون. نجات یافت همان مؤمن هایی که فرج هاشون، شرمگاه هاشون حفظ کردن. یعنی خواه مرد خواه زن. وقتی برادرای عزیز معناهای این در تفسیر آمده است که یعنی معنای فرج ها به معنای شرمگاه هاشون حفظ کردن از نفرهای بیگانه، یعنی دستی به کار حرام نزدن. تفسیر دیگری که در زیر این کردن عیناً به نفرهایی که با دستهای خودشون خداشون وقتی که برادرای عزیز چیکار میکردن؟ گفته این برادر ما خودرضایی میکردن. و بینه که حقیقتاً این بسیار یک عادتی بده. من درباره این مخصوص در همین کتابخانم کتاب دارم. میگن هر کسی که اگر به همین کار اگر آموخت شود، حتی زنم که بگیرد با دست به همین کار میزنم. دیگر جهت بدی را من خواندم، نویسنده است که نفری که اگر دست به همین کار میزند، یعنی با دستش خودش حرام میکند، وقتی همون مردن ده بگیم، وقتی جان سپاریدن ده کلمه شهادت به زبانش نمیوید. یکی همین سخن برای همین ها آمده است در کتاب، یکی برای نفرهایی که در دنیا همیشه بنگ میکشن. برادرای عزیز، همین آدمایی که بگیم با گیرین و با بنگ و با همین سر کار دارن، یکی آدمی با دستش چه حرام میکردگی هر دمی رو آورده است که در حالت سکرات یا در حالت پیش از مرگ کلمه شهادت در زبانشان نمیگردد. برادران عزیز و گرامی، بسیار بسیار بینیم بسیاری از همین مردمی که گیرین و بنگ استعمال میکردن، دیدین که اونها وقتی که گفتی چون همون 12 شبا زیادتر که میکنن، هر کدامشون همین میره مرده است مثال، یعنی حرام گفتی مردم ما هم تا پرتافتگی دیگه، بعد میان جسدش بیچاره بسیارش در چردکا، بسیارش در بالای کوها، بسیارش در قدای رها، وقتی بیمار شدن کسل شدن اوکال کردن، همون بنگ ها را زدن، دیگر ارگانیزم که قوتی او را نمیکند، یا این ارگانیزم ما برای این نه آفرید از الله که ما اینها را از گیرین و از بنگ و از دیگر مقصد حرام ها مقصد با اینها را آلوده کنیم تا جزاشان همین می شود.
برای همین برادر عزیز و گرامی، نماز اکو بسیار کاری نیکه. من امروز در همین چیز بسیار حیران میشم برادر عزیز که ما وقتی پیامبر گرامی را آمدن گفتن حضرت مقصد آیت قرآن است که نماز از منکرات یعنی از کارهای بد نمازگزار را منع میکند. آخی امروز مقصد اینه بعضی هاش با دستاشون خودشون حرام میکنند، بعضی هاش نماز میخونند زنا میکنند، بعضی هاش حاجی و خلاص دست بر رشوه و دست به دیگر کارهای حرام میزنند. او این چه نمازه؟ پیامبر گفت نمازی که اگر صاحب شه از کار بد من نکنه، یعنی معناش همیه که این نماز ای زمره نمازهایی که پیش خدا قبول می شود، این از اون نمازها حساب نمی شود. برای همین برادر عزیز امروز آبروی نمازگزارا را شما ریزاندین. یعنی آدمای نمازخانه دیگر در چشم مردم به اعتبار کردین. نماز میخوانین تمام بدبختی را میکنین. حاجی هستین تمام کارهای زیشت ای دستان میآید. ریش هاتون دراز دراز. اگر یک کسان پرسه میگوی ها خاطر سنت پیغمبره، یا صلاتون کلان کلان. اگر یک کسان پرسه میگوی خاطر سنت پیغمبره، لیکن کردار شما را میبینن، اعمال شما را میبینن، آدم خیلی خیلی بعدش میآید. برای همین برادر عزیز تا اگر از همین کار دست نکشی در قبول نمازی تو، الله دانا هست که نمازی تو را حالش چی میشود. خدای مهربان توفیق تون دهد. برادر عزیز سوالی را که در اینجا برای من دادن یک سوالی بسیار بسیار داغی روز بگیم. یک مرد میگه من زن گرفتم، وقتی آوردم میگه در خانه میگه همین یک شب میگه با او زندگی کردیم، پگاه میگه همون بیماری روحی داشته است. دیگر میگه در دوام 3 ماه دیگر من فقط طبابت کردم، ولی در همین دختر میگه حاجی بابا یگان بهبودی ما نیافتیم. اگر چند میگه به خاطر خدا هم دکتری کردیم، هم گوییم که طبیبی کردیم، هم مسلمانی کردیم، ولی هیچ بهبودی در همین دختر من ندیدم. خلاص من با این زن چیکار کنم؟ اینجا چند چیزا رو آورده است که حتی میگه دیگه وقتای آخر دیگه میگه دستش قپیده هم نمیشود، میترسی و بسیار میگه مثل همین یک آدمی که هراسانه همون چشمش میگه دویم همون خیل است، دیگر عقلش میگه در جاش نیست. یعنی با این دیگه میگه امکان زندگی نیست. بعدا میگه وقتی من بسیار دیگر که ضروری بد شدم، مادر پدرش گفتم که مقصد احوال دختر همین خیل شده است. میگه اولا گفتن مقصد دختر خوب بود، دختر ساز بود، یعنی یگان کمبود در این دختر نبود. لیکن بعدا میگه وقتی که من از نزدیکا و همسایا و خیشتباراش فهمیدم که این دختر مقصد بسیار بیماری کهنه بوده است، ولی از اینا پنهان کردن و دختر مقصد دادن و مقصد پدر و مادر که شاید که شوهر کند ساز شود. برادر عزیز و گرامی، خواه مرد باشد خواه زن باشد، وقتی وی مبتلای همین بیماری ها می شود، در دین ما و شما در حال ما او را طلاقش نمی کنیم، یا در حال مقصد ایدستی و بچه نمی براریمش، بلکه یک زمان ما او را طبابت میکنیم. میبینیم که اگر در همین آدم هیچ بهبودی نشید، یا طبیب ها برای ما خبر دادن که مقصد ای از بیماری های سازمیشیدگی نیست،
و همچنان دعاخوانی های زیاد هم کردیم. همو پرهیز هایی که داشت مقصد، همو گوش کردنی های در گوشش از رقیه و دیگر هیچ بهبودی که نشید. بعدا برادر عزیز دیگر یعنی این مرد با این زن، خواه این بیماری در مرد باشد خواه در زن باشد، دیگر امکانی زندگی کردن نیست. دیگر اینها باید از یکدیگر جدا شوند و دنبالی بگیم همو بیماری داریشو، همو بیماریشو باید دیگر در عقیب همو باشد. زیرا که برادرای عزیز از این گونه نفرها هم امروز اثبات شدگی است که وقتی فرزندم که بیاید این دیگه بیماری در مادر یا در پدر باشد، دیگه هم تا پشتی رفتن میگیرد. یعنی صفی این گونه آدمای بیمار با در جامعه زیاد می شود. چگونه ای که همین زن علاکه بگیم یک مشکلات برای خاندان ایجاد کرده، با دختر اینم با برای دیگران این مشکلات ایجاد میکنه. برای این پدرهای عزیز، مادرهای خیلی گرامی، در همین خیلی حالت ها دختراتون شوهر نتین، بچه هاتون زن نتین. در این خیلی حالت ها شما باید عیبی همو را بگین، کمبودا بگین. یک برادری دکتر برای من گفت که یک زنی را آوردن یا دختری را گفت خواستگار آمده است لیکن بدنش پوری زخمه. بینین یک نمودی زخم هایی که او را میگن تبابت نشونده. توجیکوی ما سنگچمرزش میگن. وقتی میگه هم خیل آوردنش گفتن دکتر یگان دارو یگان مقصد چی باشد، مقصد همون یگان امپولای چیزی باشد، همین را یک اوکالش که یک ماهای، 2 ماهای، 3 ماهای مقصد چی مبلغی در کار باشد ما میتیمو همین درد ایتنش گم شوه یک شوهرش دیم. هرچی خدا برکت ای دکتر که همین مسئولیت های ما را داده است که مقصد هست داروها. من ممکن داروی بیام که تا 3 سال در بدنش همین بیماری نیوید، یکی بعدی 3 سال این دردی هست که با روی میخیزد. لیکن گفته است این کارا نکنی، ما هم فرزنداریم گفته است. بعد این دردی هست گفته است که همین هم گفته بود در نسل ها میگذره. برای همین برادرای عزیز، خواهرها و مهربان، هر یک نفر باید که همون یک عیب، یک کمبودی که در آن فرزنده هست گفتن در کار. میلش اگر با همون بیماریش همون مردک همین را قبول کند، در شریعت من نیست. در شریعت من نیست. برای چی در شریعت ما دیدن بد گرفتنه؟ الان برای چی یک خلوت کردن، یک دیگر را پرسیدن، شاید از عیب یک دیگر، کمبود یک دیگر ما در حالت ملاقات اولا باید بگیم تا پگاه نشود که او جوانی گفت که من وقتی زن گرفتم بعداً زنی من دید که مقصد در بالای شکم من کسل پوسته یعنی سفید چیدگی بوده است. وقتی ای را دید گفت این دختر دیگر قطعی من زندگی نکرد. گفت من قطعی همین مردک تبم نمیکشه زندگی کنم. بینین چی احوال ها میاد، چی شرمندگی ها میآید. برای همین برادرای عزیز و خواهرای عزیز، این کار به همه ما و شما داخل دارد. در فرزندمان اگر چیزی باشد گفتن در کار، پنهان کردن در کار نیست. پنهان کردن در کار نیست. بعضی دخترها را بینین به خودشون دوستدار دارن، وقتی مجبور یک کس میتیمشون، اینا سوالی که من پیشتر خواندم، دیدین که دختری که دوستدار داشت بعد خدمت آمد مقصد دست به زنا بازنی که علاکه شوهرش داده علاکه با او زنا کردن. اینم یک چیزی بدی همین کارهای ما همینه. وقتی ما وارا باید ای دوستداراشون آگاهی داشته باشیم، باید از نفرهایی را که انتخاب میکنن آگاهی داشته باشیم. یعنی از دخترمان، از بچه‌مان هم پرسین در مسئله شوهرداری، زنگیری. همچنان وقتی که خواستگارا هم که آمدن ما کمبودهاشون هیچ وقت نپوشانیم، زیرا که این چیزها همه باز آشکار می شود. یا مثل که این بیماری که می رود می بیننش به این احواله
یک مشکلات به سر یک کس آوردن چی در کار؟ این شرمندگیش هم بگیم یا خجالتش هم بگیم، این به سر دختردارم هست که مقصد دخترش دیوانه بود، اینا گرفته آوردنش. برای همین بسیار خدا برکتی همون دکتره که وقتی این سخن گفت، من گفتم بسیار برکت یابی، گفتم بسیار کاری نیک کردی. مثلا یک مبلغی که هم برای تو میتد، او برای تو آش هم نمی شود، او برای تو یگان نفع هم نمی بخشد، او چند برابر زیانش به سر تو میاد، زیرا که تو فقط یک همون منفعتی خود فکر کردی، تو فقط یک مقصد همون نفسی خود پیش رو آوردی. برای همین ضررهاش در پشتش هست. یک وقتا من میگفتم که دخترهایی که وقتی دست به زنا میزنن، من از بسیار طبیبها برکت بیاورم. ما در حق طبیبا بسیار گمانهای نیک داریم که اونها را مقصد میبردن و یعنی رنگ همون دختری خانه میکردن، یعنی میدوختن و برده بعد مقصد شوهرش میدادن. بسیارش آشکار شد، بسیارش فهمیدن، حاضرها با پیش شوهر کردن برده با مثال میبینن. همین چیزها بسیار یک بدی ها داره، بسیار یک تلاطم ها داره. یعنی شما در گناه یاردم میکنید. یعنی وقتی که دخترهای ما میدونن که مثال اگر 10 بار اگر دست به کار حرام بزنن، یعنی جای دارن که میرون با مراجعت میکنن، کارشان بود میشود، شما سببگاری همین کارهای مثال نادرست همین دخترها یا افزایش همین کارهای زشت شما ها میشین. برای همین در همه این مسئله ها برادرها و پدرها و مادرها خوب اهمیت بتین، همین چیزها را به نظر بگیرین. بعد یعنی انشاءالله در زندگی هامون، در آب و روحامون، در قدر قیمت هامون یگان خلل زللی بعد وارد نمی شود. سوال دیگر: استاد جان، آیا از پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم یگان حدیثی آمد است که گویا گفته باشد که شخصانی که شکمی کلان یا فربه هستند از امت من نیستند؟ آیا همین خیلی حدیث باشد که یعنی نفرهایی که شکم کلانند یا آدمایی که فربه هستند، آیا اینها امت من نیستند؟ آیا همین خیلی حدیث هست؟ نه برادران عزیز، این خیلی حدیث از پیغمبر خدا نآمده است که پیامبر هر یک امتی را که خوازن خمرد فربه باشد یا شکم داشته باشد یعنی بگد امت من نیست. این خیلی نام، فقط یک حدیثی را من دیدم، حتی او را موضوع میگن، این را حدیث هم نمیگن. بعضی از محدثین حدیثی ضعیفش گفته است که حضرت جابر ابن عبدالله مقصد راوی این حدیث است، دارقطنی میارش، میگه که اخشا ما خشیت علی امتی، یعنی بعضی چیزهایی هست که در امت من که جای ترسیدنی هست، یعنی من میترسم. گفتن یکیش گفتن کبر البطن، یعنی میترسم که امتهای من شکم کلان نشوند. همچنان مداومت النوم، میترسم که امتهای من یعنی برای خودشون بیشتر خواب نکنن، یعنی خوابم از زمره تنبلی است کو. و دیگر والکسل، میترسم که امتهای من بسیار تنبل نشوند، یعنی بسیار تیاره خور نشوند. و دیگر و ضعف الیقین، باز میترسم که امتهای من بسیار در اعتقادهاشون بین یکی مبادای ضعف و ناتوانی پیدا نشود. یک حدیثی ضعیف، بعضیاش حدیثی موضوعش میگن. فقط البته کاری یعنی یک بگیم برای هر یک نفر باید که سلامتی خودش حفظ کنه و از فربه شدن خودداری کنه. حقیقتا فربگی یگان خیر نداره، یگان خوبی نداره. یعنی فربگی فقط و فقط بینید که چقدر مقصد بگیم بیماری است. اصلا خودش همین فربگی خودش بیماری است. برای همو خودی همو انسان هم
بسیار مشکلات ایجاد میکنه، چی در شیشتن، چی در خیستن، چی در راه گشتن، ببین چی در هضم کردن. در همه حالت برادرای عزیز و گرامی همین فربگی یگان خوبی ندارد. برای همین دائم مقصد خداتونه، یعنی حفظ کنین، نگاه کنین، با فربگی راه نتین. لیکن کسی اگر از امت پیامبر فربه هم باشد، معنای او را ندارد که این از امت پیغمبر حساب نمیخورد. خب استاد، ما حاضر در خانه پدرمان زندگی میکنیم، با همسرم جنگمون شد. من گفتم اگر از خانه تان یک سامان بیاری تو به من 3 طلاق. حاضر خانه ساختم، اگر به خانه دیگر رویم قسمم میشکند یا نه؟ نه، قسمت نمیشکنه، زیرا که او خانه را که تو نیت اراده کرده بودی، مقصد آوردن پول نسبت به همون خانه داده بودی. لیکن اگر خانه دیگر ده اگر شما رفتین زندگی کردین، مبادای با او جر اگر یگان مبلغم که آورد، مثلا شرط تو واقع نمیشود. لیکن برادرای عزیز و گرامی، همین شما چخیل جوان مردین، همین چخیل انسانین شما، چخیل مردکین شما. باور کنین همین شما را همین نام مردکی ماندگی آدم هم بگیم گناهگار می شود. این بدبختی هایی که امروز در شما هست، من حیران میشم. یک کارا هست حیران میشه. با پدرت گپ زدی تو با من 3 طلاق. اگر پا تایمی حولی بیرون موندی تو با من 3 طلاق. اگر خانه پدر و مادرت میره با من 3 طلاق. ولی بین با بعضی خواهرها بگیم نه زنها با یک بدبختی دیگر یاد گرفتن. مردک هم میپرسن مرا دوست میداری یا نه؟ اگر او بگه که مقصد دوستت میدارم، میگه کو بگو که اگر من ترا دوست ندارم تو با من 3 طلاق. اگر او بیچاره مقصد بعضی مردها اگر همینجا ممکن همون دوستداری همون بیچاره ای تحت دل نباشه، نه که وقتی ای را میمونه که مقصد من اگر ترا دوست دارم تو با من 3 طلاق، برای دلی تو میگه ولی که تو بدبخت 3 طلاق میشه. برای همین شرط ها را نمانیم برادرای عزیز. آخی هیچ خیلی جوان مردیه. یک مرد افغان گفت که در افغانستان ما گفت افغانستان کجا و تاجیکستان کجا. الحمدلله رب العالمین. برادرای عزیز، آخه همان برادرای ما و شما هست، لیکن این بهبود و خوبیایی که در ما های در افغانستان نیست. لیکن سخن او را گوش میکنی حیران میشه. میگه در مردم ما اگر کسی که زنش طلاق کنن دیگر او را برای خودش رفیق نمیگیرن، او را در همکاری ها میگه دیگر راهش نمیتن. اگر طلاقش نمیرن که طلاق های ما باشد، اونها وقتی طلاق میکنن که با یه مردی بیگانه میبیننش، بعد مثال زن طلاق میکنن. شما امروز هر یک شرط های ماندگی این که این شرط های شما تماما در نزد الله و رسول و شریعت وجود نداره. شما در نزد الله و رسول او آخه 1000% گناهگارین با این کاراتون. این خیلی شرط ها نمانین. آخه زنها را طلاق نکنین. زن طلاق میکنی پگه و دست به یک کاری بد و به یک کاری زیش مثلا تو در همون گناه همون آدم تو شریکی، برای به همون ره او را تو بردی. طلاق های امروزت برادرای عزیز لازم نیست طلاق کردن. وقتی مردک بیگانه قطعی میبینی و با مردک بیگانه مقصد او دست به کار هستن، در این حالت مثال از وقتش طلاق میکردن. یکی به این طریق کاری که نشید قطعی او چند ساز نگیرید، او تن بیمار بود آوشا نبردک بتا،
акам хона дуромад хушомадиш накард, апам хона омад дар тай пош курпача напартофт. ай бародари азиз ва гиромӣ, барои ин корҳо дар пеши худо ҷавоб мегӯӣ ту? аз ҳамин лиҳоз бародарои азиз и хелӣ шарт намонен. охе ин шартҳоро одамои номарду ахмақ мемонанд. мардак мардум ҳеҷ вақт номи талоқа намегирад. талоқа гирифтанда ғазаби худо мешавад, қаҳри аллоҳ мешавад. садқаи ҳамун мардое ки ҳамтарик бигем шартҳо мемонену ё дар ҳамин хел ҳолатҳои бисёр оддӣ занотонро талоқ мекунед. ҳайфи номи мардакӣ шуморо садқаи зан кунад. оли шумо ба нохуни инҳо зор мешин. ака чиро талоқ кардӣ, пага зани дигар мегирӣ, гуфти ҳамин тоҷики мо гилат меорад. ту аллакай вақте занеро талоқ кардӣ, ту аллакай доғдорӣ. хеле ки ҳамин мардак меравад зиндонда мешинаву баъд мебурад зангир шава, мегӯянд ки турма шитагиай, не ки вақте зан сар метӣ, мега и зан сардодагиай. айта аллакай одами баақл боша, айта ҳазар мекунад, мега и беҳудаи кора кардагӣ нест. и бисёр ҷинояти калоне пеши аллоҳ да. барои ҳамин бисёр дар ин масъала ҷиддӣ бош. абғазул ҳалол, бин пайғамбар мегӯяд бадтарини ҳалол, ҳалолам бошад бадтарини ҳалолш хон. як мардаки афғоне ки ранги ту донишкада нахондай, ранги ту мактаби миёнара нахондай, ранги ту мисол сева хирокша ба тинҷи оромӣ накурдай, вақте дар хуни ӯ, вақте дар бигем зеҳни ӯ зана сар додан номардӣ бошад, ё ба одами марде ки зан сар метад рафиқӣ намекунанд, як бора ки гапа фикр кӯ, кори амо 100% дурусте ба худо. хуб, мо як гурӯҳ занҳо гуфтааст дар муҳоҷират дар хонаи пиронсолон кор мекунем. дар он ҷо мардҳо ҳам ҳаст. мо онҳоро мешӯем, мехӯронем, аз маҷбурӣ кор мекунем. оё ин кори мо гуноҳ ҳаст? ака ҳар чизе ки хоҳаро модаро аз рӯи маҷбурӣ кишид, вай гуноҳ намешавад. аллоҳи меҳрубон дар қуръон мегӯяд фаман истурра ғайра боғин вала один фало исма алайҳ. ҳар гоҳи шумо дар ҳолатҳои изтирорӣ омаден, дар ҳолатҳои бисёр маҷбурӣ омаден, барои шумо дигар ҳаромҳо ҳам мубоҳ мешавад. барои ҳамин дар ин хел ҳолатҳо модарои азиз, яъне барои шумо гуноҳе нест замоне ки шумо мегӯед мо маҷбур ҳастем. خلاص در اینجا سوالو انشاءالله یک ممکن یگان ساعتی دیگر دوام کند. من در اینجا سوال و جواب قطع میکنم برادر عزیز و از الله مهربان در حق همه شما دعا گویم که خداوند شما را باز هم میل و محبتاتون به دین خدا زیاد کنه و الله مهربان هر جا باشین در پناه رحمتش نگهبانتان باشد. شما را خداوند بی درد و بی غم کند. خدای مهربان برادرای مسافری ما را کاراتون در برار و برکت دهد و الله مهربان با صحت و سلامت به خاندانتان رسانه. خدای مهربان در این ملک ما همیشه خوبی ها و نیکی ها را زیاد گردانه. گذشتگان همه ما و شما را الله مهربان رحمت و مغفرت کند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین.